آخر می رسم بر قله خود که آن در این جهان در این زمین است. من انسان می کنم خود را بدانید خطای آخرین من همین است. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه افتابباران و تمنای خوشی های فراوان برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می بخشیم. مهمانی امروزی برنامه ما استاد عزیزمون نامزد علم‌های فیلологی احسان رجبی هستند. استاد عزیز خوش آمدید میگویم با برنامه افتابباران. شما قبلا در برنامه شمیم از مولیان اشتراک کرده اید و شعر استاد فرزانه فکر و андешаҳои илмии خویش را بیان کرده بودید، لیکن مهمانی اولین برنامه افتابباران هستید. برای همین خوش آمدید میگویم با استودیوی شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم و میخواستیم امروز اندیشه‌های شما را آید به حیات و فعالیت و مضمون و مندرجه اشعار استاد لایق دانسته باشیم. خب در آغاز برنامه میگفتید شناخت شما چگونه است؟ شما همچون ادبیات استاد لایق را چگونه میشناسید؟ خب تشکر که به این برنامه تان دعوت کردید و شما خیلی کاری خوب میکنید که در معرفی چهره های بسیار بزرگ و ادبی ما سهم میگذارید. استاد لایق را ما در زمانی که در مکتب تحصیل میکردیم شعرهایش را میخواندیم و با شعرهای استاد بزرگ شدیم و همان شعری که به کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم شاید جامعه دامادی می‌دوزی بسد نیت که یک چهره بسیار تاجیکانه مادر را آفریده است. ما پیشتر هم مادرنامه های می‌دانستیم، مادرنامه رج میرزا و دیگران، اما این مادری که استاد لایق تصویر میکند مادری که ما دیده ایم، در کنارش بزرگ شده ایم و به نظر من این طبیعی بودنی تصویرهای استاد لایق انسان را وادار می‌سازد که از شعرش جدا نشود و شعر استاد لایق ما را باز هم به همان کوی عاشقی میبرد. اگر شما متوجه باشید در اشعار استاد لایق به همه سین سال شعرهای هست، مثلا هم قشری که جوان ها، هم قشری مثلا کلان میان سال ها، هم بزرگ ها، همه درد خودش را در شعر استاد لایق پیدا میکند و جوابش هم میگیرد. در زمانی که مکتب خانی که وقتی که استاد لایق میگوید که ز پشتی پرت از استاد پنهان قطار کاکولت را میشمردم و میبینید که تصویرها خیلی طبیعی و خیلی یادرس یادمان. یا میگوید که بشمرده کاکلی تو را آموختم حساب و این تصویرها واقعا که شما اینها را دیدید یا اینکه تا میبینیم که میگوید که هرگز نبرم بنا کسی روی نیاز دستم شکند به گردنم آویزم. همین دست شکستن و به گردن آویختن ما دیده ایم، اما استاد لایق تصویر کرده. تصویری زیبا، بله. برای همین هم هر چی که شما در زندگی میبینید شاعر با نگاه خودش تصویر میکند، این گونه شاعرها بسیار کمند و از جمله استاد لایق که یکی از کمترین شاعرانی که یک ادبیاتی ما را با نیروی دیگر بخشید، ادبیاتی ما را نوتر کرد. استاد لایق، من امروز تا شناخت ما در مورد استاد لایق این است که هنوز ما استاد را نشناختیم. هنوز هم کتاب‌های مکمل، کتاب‌هایی که تمام جنبه‌های هنری، جنبه‌های ادبی، جنبه‌های مثلا تکنیکی شعر استاد اگر و فراگیر همین گونه کتاب‌های علمی ننوشتیم هنوز. البته 3 4 5 نفر درباره استاد لایق رساله‌های هم نوشتند و اندیشمندان ما هم در مورد جنبه‌های بزرگی استاد لایق گفتند، اما یک کتابی که فراگیر همین چیزها باشد و از یک جانب یک لایق شناسی واقعی اگر تألیف شود اگر باز هم خوبتر میشد برای علم ادبیات شناسی ما. لایق را میگوییم مثلا پلی از ادبیات کلاسیکی تا ادبیات مуосири زمانی ما این میگوییم. باز میگوییم که لایق بود که با ربوی دو بیتی و بله سنت هایی که ادبی ما با جان تازه عطا کرد میگوییم. باز میگوییم که استاد لایق واقعا تصویری مادری تاجیک ناتکرار به قلم آورد. این چیزهای میگوییم، اما اینا همه گفته های سری راهی البته اهمیت دارند برای شناخت استاد لایق. باز میگوییم که همه مثلا درد و غمی که مردم تاجیک در زمانی جنگ شهروندی کشید استاد لایق در کتاب فریاد به فریاد رسید. این همه این چیزها را تصویر
ببینیم که یک شاعری زمان خود ما یک شاعری بسیار هم بزرگ، اما هنوز هم تحقیقاتی که مکمل باشد، کامل باشد، تحقیقاتی که تمام همین جنبه های ادبی و نظری یا اینکه هنری استاد لایقرا، اشعار استاد لایقرا فراگیر باشد، هنوز روی کار نامده است و البته لایق شناس ها، البته ادبیات شناس ها سر این مسئله کار خواهند کرد و باز هم نازکی های شعری استاد، باز هم تو چه هنری شاعری استاد و تصویرهای عالی جناب استاد هم باز هم از نقطه نظری ادبیات شناسی و نقد ادبی باید که معرفی شود، باید که پیشنهاد خوانندگان شود. تشکر. خب استاد، عامل‌های شهرتیار شدن شعر استاد لایق را در چه می‌بینیم؟ البته در این مورد استاد گلنظر کیلدی رحمتی کتاب نوشته‌اند، لایقی چون لایقی، و در آنجا میگن که یگانه شاعری که هم بر وقت، هم تیز به ادبیات آمد، هم تیز مشهور شد، هم تیز کتاب‌هایش روی چاپ برآمدند و این هم تیز مقبول مردم شد. این استاد لایق بودند که واقعا یک شخصیتی که به نظر من شاعری بزرگی شاعر این است که در زمان خودش زندگی کنه و شاعرانی که مثلا در زمان خودشان بسیار چیزهای نو گفتند هنوز هم ما فکر میکنیم نو، اما یکی از عامل‌های اساسی شهرت هر یک شاعر در زمان خودش زیستن. منظوری من در زمان خودش زیستن همین دور زمانی که مثلا ما سال شماری داریم، سال شماری میلادی زیستن نیست، اما افکار و اندیشه این زمان که زندگی کردن، امروز که زندگی کردن و استاد لایق که در زمانی خودش مثلا سالهای 70 80 یا 60 و میدان ادبیات آمده باشد، همون تصویر، همون زمان خودش تصویر کرد. مثلا شما وقتی که حافظ میبینید، این چیزی است که در دوره قمر میبینم، میدونن؟ بله. مثلا همون دوره ما میگیم که بسیار حافظ بزرگ بوده است که هنوزم گفتهش امروز مطابقت میکنه، اما این از بزرگی حافظ وابسته نیست که از پیش نرفتن اندیشه و افکار و محیط اجتماعی ما وابسته است که هنوزم پسران را همه جنگ است، دختران را همه جنگ است، جدال با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. این ما پیش نرفتیم، اما حافظ زمان خودش گفت. افسوس که وای زمان امروزم مطابقت میکند، برای اینکه ما پیش نرفتیم از این نقطه نظر. وقتی که استاد لایق میبینید که گفتم من بیتی که زی پشتی پرت از استاد پنهان قطار کاکولت رو میشمردم، میبینید که همون دوره شعری مکتبش این دوره مثلا عصر 12 گفته نمیشد، عصر 15 گفته نمیشد، عصر 19 هم گفته نمیشد، حتی زی پشتی پرت از استاد پنهان قطار کاکولت رو میشمردم، یا اینکه مثلا بیشمرده کاکولان تو آموختم حساب مثلا، یا اینکه همه اون چیزهای نوی که در شعر استادهای زمان خودش است. یکی از بهترین شاعری که در زمان خودش زندگی کرد، در زمان خودش حرفش گفت و حرفهای زمان خودش بسیار هنرمندانه به تصویر کشید و این چیز بسیار هم مهم. دیگرش از عامل‌هایی که شهرتیار شدن استاد لایق در این به نظر من این است که خیلی دانشمند بودن، فراگیر بودن. در همون کتاب‌هایی که درباره استاد لایق نوشتند یادداشت کردند که استاد لایق خیلی فلسفه می‌خواند، خیلی از آثار فیلسوفان بزرگی شرق و غرب با خبر بود، خیلی مثلا لغت میخوان نفرینی، حتی همین بحث هاش هم با طریق ذهنی یا دیگر طریق ذهنی که سندی سخن نوشت میبیاد با لایق 25 ساله بحث میکنند. لایق بعد بسیار چیزهای طریق ذهنی اعتراف میکند که این بچه لغت دان است، یعنی دانشی فراگیری ادبی، دانشی فراگیری مثلا فلسفی و چه دیگرش هنر. این یکی از بسیار هم جنبه بسیار مهمی هر یک شاعر هنرمندی است. شما تصور کنید که تنها هنر میتواند شاعر از دیگر شاعران تفاوتی آن شاعر نشان دهد. مثلا تصویری که شما تصور کنید که یک آب هست، دریا هست، یک شاعر بسیار تصویر میکند که شما دریای دوست میدارید، یک شاعر تصویر میکند که شما دریای بد میبینید. مثلا استاد لایق دو هم باز ما، دو هم راه ما، دو تنها من و دریا، من و دریا. میبینید که دریا مانند یک نفر، یک مانندی که دم روزتون هم روز هست، هم دم هست، هم درد هست. بله. وقتی که استاد بازار صابری میبینید که یک شعر میگه تو عهد بکن، وفا بکن با یک کس، دریا نشوی که دست شوید همه کس میگه.
دیدید با یک تصویر یک شاعر بزرگی اینه که دریای بد میگوید و خواننده واقعا بد میبینه. یک بزرگی شاعر است که همون دریای میگوید اما یک دوست میداره. تصویری دیگر خیلی این هنرمندی است. این بسیار دیگر از بزرگی استاد لایق من یک شهرتیار بودن استاد لایق. البته محیط اجتماعی میگن که استاد میرزا چون برای پیشرفتی کاری استاد لایق، برای مثلا محیط زندگانی استاد لایق همیشه یک سبب است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشون میگه و استاد نه فقط برای لایق برای دیگرها هم زمانشون اینها مساعدت کرد که زمانی که شاعر پرور بود، زمانی که شاعر میرزا ترسزاده میاد با همون ماشینای مانند گاگارین تمام مردم در کوچه میبرندن. شاعر زمان در شاعر مثلا زمانی شاعر بود، شاعر اعتراف میکنه شاعر را، یعنی شعر را اعتراف میکنه. زمان شعری خودش در همین شعر را که شعر را که به خدمت سیاست گروانیده بود شعری و شاعر را اعتراف میکرد. برای یک دم این محیط اجتماعی سبب گردید که شاعرانی که هم جوان بودن هم هنرمند بودن و هم از نظری بسیار مهربانانه استاد میرزا ترسزاده دور نموندن و زیر قنات کردن و یکی از سبب‌های شهرتیار شدن به میدان ادبیات آمده اعتراف کردیده خوش پذیرفتنشون فکر میکنم که یکی از عامل‌هاش همون دستگیری استادان، چرا که اون میرزا ترسزاده هم مثلا برای مهم قنات، برای هم بازار صابر، برای گل رخسار، برای استاد لایق یک محیط فراهم آوردن که اینها پنجگانه ها یا اینکه یک چندین نفرها در شاعری خودشان را نشان دادن، خودشان را در همین نان ادبیات اینها را چی کرد، از نان ادبیات استفاده کردند، چون که ادبیات برای نان میداد. واقعا در زمان شوروی ادبیات پرور بود، شعر پرور بود. این چیز هم زمان هم تاثیر میرساند که انسان پیش از مهلت که بعد از یک زمانی گذشته مشهور شود، شهرت پیدا کند و استاد لایق هم در جوانی شهرتیار کردیدن. این هم از همون محیط اجتماعی به نظرم همین گونه است. دیگر از جنبه های مثلا که عامل سبب های شهرتیار گردیدن استاد لایق این است که شعر استاد لایق مثلا وقتی که شما شعر استاد لایق با محیط فارسی زبانان دنیا پیشنهاد میکنید اعتراف میشود. چرا که شعر استاد لایق تنها شعری مثلا تاجیکستان نی، تنها شعری تاجیک، تمام قلمرو شعر فارسی میتواند معرفی کند. ما بسیار شاعرها داریم که برای تاجیکستان ما شاعر هستند، اما وقتی که ایجاداتشون به همین تمام فارسی زبانان دنیا پیشنهاد کنیم میبینید چقدر ناقصی ها، چقدر از نقطه نظری وضع، از نقطه نظری تصویر، از نقطه نظری تکرارها، کوه نشدگی چیزها، تصویرهای روی پا افتاده، این چیزهایی هستند که خوشبختانه در همون دوره ما شعری داشتیم که میتوانست هم سنگ شعر ایران باشد، شعر افغانستان، و امروز میتوانیم که استاد لایق شعرشان در تمام قلمرو فارسی زبانان پیشنهاد کنیم و اعتراف کرده شود. تشکر استاد. واقعا شهرت جهانی دارن استاد لایق، شعرشان هم خود و خودی شاعر هم. و شما که در دانشگاه و دانشجویان سبق میدید، امروز تا چه اندازه جوانان ما از اشعار استاد لایق با خبر هستند، تا چه اندازه توجه دارند، تا چه اندازه می آموزند؟ استاد لایق، اشعار استاد لایق را به نظر من جوانان ما بیشتر از هر شاعر از خود کرده استادند و در زمانی همون خصوصا حکومت امروزه برای معرفی استاد لایق بسیار خدمت‌های ارزنده کرد. هم کلیاتی استاد به چاپ رسید، هم در ولایت هم در پایتخت. این بسیار چیزی مهم بود و هم فروغ صوفی دانای کتاب از آزمون ها میبینیم که بسیار جوان ها اشعار استاد لایق از خود کردن. میبینیم که واقعا یکی از شاعرای دوست داشته ترینشون استاد لایق است و در همون کتاب های درسی هم ما میبینیم که استاد لایق میآموزند و میخوانند. در دانشگاه هم یکی از شاعرانی که شما مثلا اگر 5 شاعر تاجیک اگر اعتراف کنید، اگر البته یکی از آنها در زمانی ما استاد لایق است که مثلا استاد لایق میدونید چی، اگر جنگل ادبیات از جنگل ادبیات وقتی کس میگذرد میبینید که در راه یک درختی بزرگ افتاده است، خواهید هم از بالای هم درخت میبینید، بیایید هم میبینید و استاد لایق در همین جنگل ادبیات
تصور نو کردن امکان ناپذیر. خواهید نخواهید روبرو میشید با استاد لایق. برای همین در همین اگر ما تصور کنیم که همین جنگل ادبیات یک درخت نیرومند است، یک راه مستعد است، یک همون درخت استاد لایق است در ادبیات معاصر امروزی خودم. و میبینید که استاد لایق همیشه در همون صلح و در بهترین، همیشه در اولین ها بود. همیشه در هر یک مسئله شعری، مسئله شاعری، مسئله ادبیاتی، مسئله همین نشر و مسئله چیزهای تاجیکی یا اینکه ادبیات تاجیک استاد پیش‌صف بود. و این پیش‌صفی امروز هم بعد مرگش هم می‌بینیم که یکی از این پیش‌صف که ما اشعارش رو می‌آموزیم. بله، یعنی برای بازگشتن معنویات هر نفر فرد جامعه تاثیر خود را می‌نشاند و بجز این برای قناعتمند گشتن ادبیات معاصر تاجیک خدمت‌های استاد لایق نهایت بزرگ است. برای صحبت پرمحتوا سپاسگزار هستیم. خوش آمدید میگویم به برنامه ما. اطمینان دارم که از بینندگان گرامی ما نیز از صحبت شما غذای معنوی گرفتن و معناهای نو را دریافت کردن. خوش آمدید به برنامه ما. نگوید جوان بود و جوان مرد و یا از جور چرخ آسمان مرد. به سنگ گوری من یاران نویسید که لایق دوری زمان بود. بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتابباران در همین جا فرصت برنامه ما به آخر رسید. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.